سلام. ببینید در سرک هیچ کسی نیست، نه موتر است نه آدم است، چهار راه. اما هیچ کس از سرک تیر نمیشه، اجازه ورود نداره تا زمانی که ترافیک راه برات اجازه نده که تو عبور کنی. یعنی میگه همه منتظر هستن، فعلا هیچ کس نیست غیر من. حالا اون اجازه داد، حرکت میکنیم به طرف سمت دیگه سرک. در وطنمون بدبختانه اگر اینطور یک سرک فرصت و خلوت به نظر دریورای ما بخوره، بدون از اینکه متوجه اشارات ترافیکی شود از سرک عبور میکنه. از همون خاطر است که ببینید فعلا هیچ کسی نیست، اما اجازه داد ما عبور کنیم و او دریورای ما دچار حوادث ترافیکی میشه. روز خوش، امروز اول جنوری سال 2025 است که فراموشم نشه. روز و شبتان خوش.